فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرین. پس کی ستمگارتر از کسی که بر خدا دروغ بربست و سخن صدق یعنی قرآن مجید را چون به او رسید تکذیب کرد؟ آیا در دوزخ جایی برای کافران نیست؟ والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون. آنکه سخن راست را آورد و آنکه او را تصدیق نمود هم ایشانند پرهیزگار. لهم ما یشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنین. آنچه بخواهند نزد پروردگارشان برای ایشان مهیاست، این است پاداشی نیکوکاران. لیکفر الله عنهم أسوأ الذی عملوا ویجزیهم اجرهم بأحسن الذی كانوا یعملون. تا خداوند از ایشان بدترین اعمالشان را بزداید و ایشان را به بهترین اعمالی که انجام میدادند پاداش دهد. الیس الله بکاف عبده ويخوفونك بالذین من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد. آیا خداوند با بنده خود بسنده نیست که تو را به کسان غیر او می‌ترسانند؟ و کسی را که خداوند گمراه کند هیچ هدایت کننده ندارد. ومن يهد الله فما له من مضل الیس الله بعزیز ذی انتقام. و کسی را که خداوند رهیاب سازد هیچ گمراه کننده ندارد. آیا خداوند صاحب قدرت منی و انتقام گیرنده نیست؟ ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله علیه یتوکل المتوکلون. اگر از ایشان بپرسی چی کسی آسمان ها و زمین را آفرید حتما میگویند خدا. بگو آیا دیدید اگر خدا بخواهد به من زیانی برساند آنهایی که جز خدا و ایشان نیایش میکنید این یا آن را از من برطرف کرده میتوانند؟ یا اگر به من اراده مرحمت بفرماید آیا ایشان رحمت او را باز داشته میتوانند؟ بگو خداوند برای من بسنده است و توکل کنندگان بر او توکل می کنند. قل یا قوم اعملوا على مكانتكم اینی عامل فسوف تعلمون. بگو ای قوم من هرچی از دست شما می آید بکنید، من نیز به وظیفه خود عمل می کنم، به زودی در خواهید یافت. من یأتیه عذاب یخزیه و یحل علیه عذاب مقیم. کیست که برایش عذاب رسوا کننده می آید و او را عذاب دوامدار فرا می گیرد. إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنت عليهم بوكيل. بیگمان ما کتاب را بر تو برای مردم به حق نازل کردیم، پس هر کسی که رهیاب شد به نفع خود اوست و هر کسی که گمراه شد به زیان خود او می شود و تو ذمه‌دار ایشان نیستی. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها
فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم یتفکرون. خداوند ارواح را در هنگام مرگ میگیرد و آن را که در خواب خیش بوده و نمرده است نیست. پس روح کسی را که مرگ را بر او حکم کرده جدا از کالبد او نگه می‌دارد و روح آن دیگر را که بر او حکم مرگ نشده به کالبد او باز می‌فرستد تا زمان معینی. بیگمان در اینها برای مردم اندیشمند نشانه‌هایی است. ام اتخذوا من دون الله شفعاء قل اولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون. آیا دیگران را جز خدا شفیع گرفته‌اند؟ بگو آیا اگر ایشان هیچ قدرتی نداشته باشند و هیچ خیری را نفهمند؟ قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون. بگو شفاعت به تمام کمال از آن خداست. اکنون هم پادشاهی آسمان ها و زمین از آن اوست و سپس در آخرت نیست و سوی او بازگردانیده میشه. وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ. و چون خدا تنها ذکر کرده شود دلهای آنانی که با آخرت ایمان نمیارند میرمد و هراسان میشود. ولی چون دیگران جز او ذکر کرده شوند در این حال است که این نامسلمانان شادمان میشوند. قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. بگو خداوندا ای آفریننده آسمان ها و زمین و داننده پنهان و آشکارا، تویی که میان بندگان خود در آنچه اختلاف می‌ورزیدند حکم می‌کنی. ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. اگر واقعا همه وسایلی که در روی زمین وجود دارد و حتی دوچندان به دسترس ستمگاران قرار داده شود آن را برای رفع قسمتی از سختی عذاب روز قیامت فدیه می دهند، ولی بر ایشان در اثر عذابی که از جانب خدا عاید می شود چنان حالتی به وجود می آید که هرگز گمان نمی کردند. وبدا لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. در این حالت است که بدی اعمالی که مرتکب می شدند به ایشان ظاهر می شود و بر ایشان عذابی که به آن تمسخر می کردند احاطه می نماید. فإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون. قد قالها الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. بیگمان کسانی که پیش از ایشان بودند نیز چنین گفتند، ولی اعمالی که انجام میدادند عذاب را از ایشان دفع نکرد. فأصابهم سيئات ما كسبوا والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين. و به جزای اعمال
ناشایسته خود رسیدند. ستمگاران، این مشرکان نیز جزای اعمال ناشایسته خویش را می‌بینند و ایشان هرگز عاجز ساختن نمی‌توانند، یعنی تقدیر خدا را تغییر دادن نمی‌توانند. اولم یعلموا ان الله یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر إن في ذلك لآیات لقوم یؤمنون. آیا ندانستند که خداوند روزی را به هر که بخواهد فراخ می کند یا تنگ می سازد؟ بیگمان در این برای کسانی که ایمان دارند نشانه هایی است. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحیم. بگو ای بندگان من که بر خود ستم کرده اید، از رحمت خدا ناامید نشوید. بیگمان خداوند همه گناهان را می آمرزد. بیگمان هم اوست آمرزگار و مهربان. و انیبوا الی ربکم و اسلموا له من قبل ان یأتیکم العذاب ثم لا تنصرون. و به پروردگار خویش رجوع کنید و به او تسلیم شوید پیش از این که عذاب به سراغ شما بیاید و باز یاری دادن نشوید. واتبعوا احسن ما انزل الیکم من ربکم من قبل ان یأتیکم العذاب بغتة وانتم لا تشعرون. و این بهترین سخنی را که از نزد پروردگار شما به شما نازل شده پیروی کنید پیش از این که به شما ناگهان عذاب بیاید و شما آگاه نباشید. أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. پیش از آن که کسی بگوید ای وای بر من که در حق خدا کوتاهی کردم و بیگمان من از تمسخر کنندگان بودم. او تقول لو ان الله هدانی لکنت من المتقین. یا بگوید اگر خدا مرا هدایت میکرد یقینا از پرهیزگاران میبودم. او تقول حين ترى العذاب لو ان لي كرة فأكون من المحسنین. یا هنگامی که عذاب را میبیند بگوید ای کاش به من بازگشت میسر می بود تا از نیکوکاران می شدم. بلا قد جاءتك آیاتی فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرین. جواب این خواهد بود آری آیات من به تو آمد و آنها را تکذیب کردی و تکبر ورزیدی و از کافران بودی. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. در روز قیامت آنانی را که بر خدا دروغ بستند میبینی که روحهایشان سیاه است. آیا برای متکبران در دوزخ جای نیست؟ وَيُنَجِّي اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ لَا يَمَسُّهُمُ السُّوءُ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. و خدا پرهیزگاران را با کامیابی ایشان نجات می دهد و ایشان بدی نمی رسد و نه هم ایشان اندوهگین می شوند. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. خداوند آفریننده هر چیز و سرپرست همه چیز هاست. له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون.
کلیدهای خزانه‌های آسمان‌ها و زمین از آن اوست و آنانی که آیات خدا را تکذیب کردند هم ایشانند زیانکار. قل افغیر الله تأمرونی اعبد ایها الجاهلون. بگو ای جاهلان، آیا به من دستور می دهید که جز خدا را پرستش کنم؟ ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. بیگمان به تو و به پیشینیان تو وحی شده بود که اگر شرک آوری واقعا عمل تو هبطه می شود و بیگمان از زیانکاران می شود. بل الله فاعبد وكن من الشاکرین. بلکه خدا را پرستش کن و در زمره شکرگزاران باش. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. مشرکان قدر خدا را طوری که شایسته اوست ندانستند، در حالی که در روز قیامت همه زمین در قبضه اوست و آسمانها در ید راست بلا کیف او پیچیده می باشد. او پاک و برتر است از چیزهایی که با او شریک می آورند. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. و هنگامی که در سور دمیده می شود از صدای آن همه کسانی که در آسمان ها و در زمین اند بیهوش می شوند مگر کسانی که خدا بخواهد. سپس باری دیگر در سور دمیده می شود و در آن وقت است که همه مردم استاده می شوند و در انتظار به سر می برند. وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. زمین به نور پروردگار آن روشن و کتاب یعنی نامه اعمال نهاده می شود و پیامبران و گواهان آورده می شوند و در میانشان به حق فیصله می شود و به ایشان ستمی نمی شود. ووفیت كل نفس ما عملت وهو اعلم بما یفعلون. و برای هر کس آنچه انجام داده است پوره داده می شود و خدا به آنچه ایشان می کنند داناتر است. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. کافران گروه گروه به سوی دوزخ رانده می شوند. چون به آن برسند دروازه هایش باز می شود و نگهبانان آن به ایشان می گویند آیا برای شما از میان خود شما پیامبرانی نیامده بودند که برای شما آیات پروردگار شما را می خواندند و شما را از روبرو شدن به این روز برحذر می گردانیدند؟ می گویند آری، ولی حکم عذاب بر کافران متحقق گردید. قیل ادخلوا ابواب جهنم خالدین فیها فبئس مثوى المتکبرین. به ایشان گفته می شود به درهای دوزخ درآیید، در آن برای همیشه باقی می مانید.
و چی بد است اقامتگاه متکبران. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. و کسانی که از پروردگار خیش ترسیدند گروه گروه به بهشت برده می شوند تا اینکه به آنجا می رسند و دروازه های آن باز می شود و نگهبانان آن به ایشان می گویند سلام بر شما، شادان باشید، به آن جاودانه درآیید. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. و میگویند ستایش خدای را که وعده خود را برای ما بجا کرد و ما را وارث زمین یعنی بهشت ساخت که در بهشت به هر جا که بخواهیم جاگزین می شویم و چی خوب است مزد نیکوکاران. و ترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. و فرشتگان را میبینی که بر گرد عرش الهی حلقه زده اند، به تسبیح و ستایش پروردگار خیش مشغولند و در میان مردم به حق حکم می شود و گفته می شود ستایش مر خدای را که پروردگار عالمیان است. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بی اندازه مهربان نهایت باره. حمیم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. حامیم. فرو فرستادن این کتاب از جانب خداوند صاحب قدرت منی و داناست که آمرزنده گناه، پذیرنده توبه، سخت عذاب کننده، صاحب فضل و توانایی است. جز او معبودی نیست، به سوی اوست بازگشت. ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد. در آیات خدا جز کافران هیچ کسی مجادله نمی کند. پس آمد و شد یعنی قدرت نمایی ایشان در شهرها تو را فریب ندهد. كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب. پیش از ایشان قوم نوح و بعد از آن گروه های دیگر حق را تکذیب کردند. هر امت آهنگ آن نمود که پیامبر خیش را گرفتار سازد. اینان در راه باطل خیش به مجادله پرداختند تا به وسیله آن حق را از پای درآرند. پس ایشان را گرفتار ساختیم. ببین که عذاب الهی چگونه بود. وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار. به این ترتیب حکم پروردگار تو بر کافران محقق گردی که ایشان واقعا اهل دوزخ. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا
وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحیم. فرشتگان حامل عرش و پیرامون آن خوبی پروردگار خیش را ستایش می کنند. با او ایمان دارند و برای مؤمنان آمرزش می خواهند و می گویند بار خدایا به رحمت و علم خیش همه چیزها را فرا گرفتی، پس توبه‌کاران و پیروان راه خیش را بیامرز و آنها را از عذاب دوزخ وارهان. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. پروردگارا آنها را به بهشت‌های جاودانه درآر که به ایشان وعده دادی و هر کسی را از پدران، همسران و فرزندانشان که صالح باشد نیز، حقا که تو صاحب قدرت منی و با حکمتی. وقهم السیئات ومن تق السیئات یومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظیم. و ایشان را از بدیها نگه دار و هر کی را در آن روز از بدیها نگه داری واقعا بر او رحم کردی و این است کامیابی بزرگ. إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. با کافران ندا می شود واقعا خشم خداوند از خشم شما بندگان بر شما بزرگتر است، زیرا که به ایمان فرا خوانده می شدید ولی از آن انکار می کردید. قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل. میگویند پروردگارا دو بار ما را میراندی و دو بار ما را زنده کردی، به گناهان خود اعتراف کردی، پس آیا برای بیرون شدن از دوزخ راهی هست؟ ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير. به ایشان گفته می شود کنون راهی برای بیرون شدن نداری. این سبب است که چون خدا به یگانگی یاد می شد انکار می کردید و چون به او شرک آورده می شد باور داشتید. اکنون داوری از آن خداوند بلند مرتبه و بزرگ است. هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب. اوست که برای شما نشانه های خود را ارائه می کند و برای شما از آسمان روزی می فرستد و پند نمی گیرد مگر کسی که به خدا رو می آورد. فادعوا الله مخلصین له الدین ولو کره الکافرون. پس خدا را به اخلاص و صمیمانه نیایش کنید اگرچه کافران ناخشنود شوند. رفیع الدرجات ذو العرش یلقی الروح من امره على من یشاء من عباده لینذر یوم التلاق. اوست رفعت بخشنده درجات و صاحب عرش، وحی را بر هر کس بندگان خود که بخواهد به فرمان خیش نازل می کند تا مردم را از روبرو شدن همگانی بیم دهد. یوم هم بارزون لا یخفى علی الله منهم شیء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار.
روزی که مردم به گونه چشمگیر نمودار می شوند و بر خداوند هیچ چیز پوشیده نمی باشد. خداوند می گوید امروز پادشاهی از آن کیست؟ خدا می گوید از آن خدای یکتای بسیار غالب. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سریع الحساب. امروز هر کس در برابر کاری که انجام داده جزا داده می شود. امروز هیچ ستمی نیست، حقا که خدا در حساب گرفتن سریع است. وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. ایشان را از روز قیامت بترسان، آنگاه که از غصه بسیار دلها به گلوهگاه یعنی جان به لب برسد و برای ستمگاران غمخواری نیست و نه هم شفاعتگری که سخن او پذیرفته شود. یعلم خائنة الاعین و ما تخفی الصدور. خداوند خیانت چشمها و آنچه را سینه ها پنهان می کنند می داند. والله یقضی بالحق والذین یدعون من دونه لا یقضون بشیء إن الله هو السمیع البصیر. و خداوند با حق حکم می کند و کسانی که ایشان به آنها جز خدا نیایش می کنند هیچ فیصله را کرده نمی توانند، حقا که خداوند هم او شنوا و بیناست. اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبة الذین كانوا من قبلهم كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق. آیا ایشان در زمین سفر نکرده اند تا ببینند که عاقبت کسانی که پیش از آنها بودند چی شد؟ ایشان هم در قدرت و هم در آثاری که در زمین از خود به جا گذاشتند برتر بودند، ولی خداوند ایشان را به گناهانشان گرفت و در برابر عذاب خداوند برایشان هیچ نگهدارنده نبود. ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله إنه قوي شديد العقاب. این به خاطر آن بود که برای ایشان پیامبرانشان با آیات روشن آمدند، اما ایشان انکار ورزیدند، پس خدا ایشان را مؤاخذه کرد. بیگمان که او نیرومند و سخت عذاب کننده است. ولقد ارسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب. بیگمان موسی را با معجزه های خود و حجت آشکارا فرستادیم به سوی فرعون، هامان و قارون، ولی ایشان گفتند که وی جادوگری دروغگوست. فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا في ضلال. هنگامی که او از نزد ما با دین حق به سوی ایشان رفت، گفتند پسران آنانی را که به او ایمان می آوردند بکشید و دخترانشان را زنده نگه دارید، ولی دسیسه کافران جز در گمراهیشان اثر بخش نیست. وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف
أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. فرعون گفت مرا بگذارید تا موسی را بکشم و بگذارید برای نجات خیش پروردگارش را بخواند. می ترسم مبادا دین شما را تغییر دهد یا در زمین فساد برپا کند. وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. موسی گفت من به پروردگار خود و پروردگار شما از هر متکبری که به روز حساب ایمان نمی آورد پناه می برم. وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. مرد مؤمنی از اهل فرعون که ایمان خود را پنهان می داشت گفت آیا مردی را می کشید که می گوید پروردگار من خداوند یکتاست، حالان که او واقعا به شما معجزه های روشنی را از جانب پروردگار شما آورده است؟ اگر دروغگو می باشد گناه دروغگوییش به دوش خود اوست و اگر راستگو باشد بعضی از عذابهایی که وعده می دهد به شما عاید خواهد شد. بیگمان خداوند هیچ ستمگاری کذابی را رهیاب نمی سازد. يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا. قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. ای قوم من، امروز پادشاهی از آن شماست و بر این سرزمین مسلط هستید. اگر عذاب خدا ما را فرا گیرد پس کیست که ما را از آن نجات دهد؟ فرعون گفت من جز چیزی را که با آن باور دارم به شما ارائه نمی کنم و شما را جز به راه راست رهبری نمی کنم. وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد. آن مرد مؤمن گفت ای قوم من، بیگمان با شما از مانند روزی که بر سر احزاب آمد می ترسم، مانند سرنوشت قوم نوح، عاد، ثمود و کسانی که بعد از ایشان بودند و خداوند بر بندگان خود اراده هیچ ستمی ندارد. ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم ومن يضلل الله فما له من هاد. ای قوم من، بر شما از روز پراگندگی می ترسم، روزی که رو می گردانید و فرار می کنید و برای شما از عذاب خداوند هیچ نگه دارنده نیست و کسی را که خداوند گمراه سازد برای او هیچ رهیابی نیست. ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب.
و بیگمان یوسف پیش از این با معجزه های به سوی شما آمد، ولی همواره در مورد آنچه او برای شما آورده بود در شک بودید تا آنگاه که وفات یافت. گفتید هرگز خداوند بعد از او پیامبری نمی فرستد. بدین گونه خدا هر بی باکی شکاکی را گمراه می کند. الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا